به فکر چند ضربت خورده یک بار آی غم تحریمی بیم و اوضاع اصف بار های ولی تهدید اصلی سرنگونیست هایی که کرده روزگارش تیره و تار. شیخ مریدی را گفت تو را چه می شود که این چنین داغونی؟ مرید گفت هیچ کس مرا آدم حساب نمی کند. شیخ گفت با تو نبودم، با اون پشت سرت بودم. یه بارم که با شعر گفتی که شاید بسیجی ها نفهمن، با مثال بعدیش دیگه حتی ولایتی کودن هم فهمید که نظام رو داری میگی. با اسم ولایتی دست گذاشت رو زخم دل من. این گیج کودن بعد از 30-40 سال هنوز یاد نگرفته دیپلماتیک صحبت کنه. یه موضع گرفت هرچی تو این مدت رشته بودی پنبه کرد آیه دکتر. آره، هم اروپا رو تاروند، هم موشکیمون رو لو داد. شوت مشنگ ادام که در بیاره ها، بازم اون اصلیت مشنگش رو لو میده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که لاته رفت فروشگاه لوازم یدکی ماشین، گفت ببخشید چماق زیر صندلی نیسان سمت راننده دارین؟ به مقام عظما گفتم که این ولایتی رو به عنوان نماینده برفرست سفر خارجی طولانی. آی دکتر این که میره همه جا رو ضایع میکنه. باشه، دم دست نباشه بهتره. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن که یارو گفت بهترین خاطرات عمرم مربوط به سفر کازابلانکاست. گفتن به به کی رفتی کازابلانکا؟ گفت من نرفتم، پارسال یه ماه داش خنگم رو فرستادم که از شرش راحت بشم. روشن شد یا برفرستمت کازابلانکا؟ آیه دکتر تو برنامه امروز هیچ سوالی نداریم. به عنوان یک مجری کارشناس استراتژیکی حالیم است که هر چی در مورد این محاصرهایی که توش افتادیم بگیم ضرره. آفرین، باریکلا. انگار نه انگار که گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد موشکی ما منتشر شده. باریکلا، از کنفرانس نیکی هیلی و لو رفتن اون موشک هم هیچی نباید بگیم. عمرن اگه اسمشو بیارم اعلام سیاست جدید آمریکا هم اصلا ازش بگذاریم. از پارلمان اروپا هم هیچی نگو و اون داستان قطعنامه هاش و سخنرانی ها و اون جلسه ها که جیگر عظما رو خون کرده. خیالتون راحت باشه که بحث کنگره آمریکا رو هم نمی‌کنه. 2-3 تا بحثه، هیچ کدومش رو نمیگی دیگه. نه مال تحریم هواپیما رو میگم، نه شفاف سازی پولمولای مقام عظما تو هر جای دنیا که قایم کرده باشه. آفرین، باریکلا. خیالتون راحت، عقلم کم نشده که این تهمون بسیجی هم ببرونم. باریکلا، ولی هرچم تو نگی ها اون لاریجانی مشنگ. دکتر به قول خودتون کدومشون؟ چون اقلا 3-4 تا لاریجانی مشنگ داریم. اون مجلسیه لو داد، گفتش که با این بودجه تو اداره کشور موندیم. همه یعنی فهمیدن. خودزنی کرد، تیر رو زد تو قلب نظام، بعدش هم خودش واسط به گریه کردن. آره، مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن که مشنگه تو مجلس ترحیم باباش گریه کنان میزد تو سر خودش و میگفت چقدر مظلوم بود اون مرحوم. آخرین حرفاش هیچ وقت یادم نمیره. گفتن آخرین حرفاش چی بود؟ مشنگه گفت هیچی، میگفت اون تفنگو بذار زمین. تفنگو بذاری زمین. بریم سراغ بحث بودجه که خودش برای خفه کردن مقام عظما کافیه. جریان چیه؟ جریان میزان برق که از این سر سیم میره به اون ور سیم، با آمپر هم میسنجن. آیا دکتر الان آمپر نظام بعد از داستان تلخ بودجه رو چنده؟ فیوز پریده آمپر نمیکشه. ولی خلاصه بودجه 97 اینه که میخواد وضعیت مردم رو از بخور و نمیر برسونه به نخور و بمیر. ولی این وسط یکی دیگه ممکنه بمیره. خطرش هم همینجاست. نگران نباشید، مقام عظما با اقتصاد مقاومتیش جلو تحریما وامیسته و عادت میکنه. بپا نچای با این تئوری تو هم. مشنگه گفتش که هر روز یه مشت از علف خرم کم میکردم که عادت بکنه. گفتن آخرش چی شد؟ گفت نزدیک بود عادت بکنه که مرد. آیه دکتر درسته که برای این وضعیت درب و داغون دیگه راه حلی وجود نداره، ولی اگه مقام عظما بگن که مردم همه دست به دعا بردارن اوضاع ممکنه درست بشه. اوضاع رو به دعای مردم حواله نکن که ناجور میشه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن که اربابه به رعیت‌ها گفت خوشسالی فکمون آورده پایین،
دست به دعا بردارین، دعای شما مستجاب میشه. گفتن اگه مستجاب بشه همین فردا میری زیر تریلی. امام که مرض گرفت از رادیو گفتن مردم دعا کنین، مردم هم دعا کردن، فرداش مرد. آیه دکتر، دلو میزنم به دریا و از شما خواهش میکنم یک جمع‌بندی خلاصه از وضعیت فعلی نظام بکنین. بالاخره اون بلایی که اسمشو نمیارم سر نظام میاد یا نه؟ قوانین استراتژیکی اوضاع و احوال نظام اینجوریه. قانون اول، اگه از چیزی بترسی سرت میاد. قانون دوم، نترسی هم سرت میاد. قانون سوم که خودش نتیجه قانون اول و دومه. در هر صورت فکت پیاده است. آیه دکتر، سوال مشخصا در مورد اون جلسه پاریسه. چرا همه تو نظام یقه میدن؟ مگه قرار نشد تو اسم این بحث رو نیاری؟ آیه دکتر، شما به سوال من کار نداشته باشی، جواب خودتون رو بدید. کی؟ هرچی میخوای میگی بعد من جواب خودم رو بدم درستش کنم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه سوار موتور تو خیابون داشت میرفت، راهنمای چپ زد، پیچید سمت راست. همسایه‌شون که با ماشین پشت سرش بود تق زد بهش. همسایه پیاده شد گفت ناکس، راهنمای چپ میزنی چرا میپیچی به راست؟ مشنگه گفت من راهنمای چپ میزنم، تو بعد 30 سال همسایگی نمیدونی خونه ما سمت راسته؟ آیه دکتر، روشن شد یا برفرستم منو با با موتور؟ مشنگ موتور سوار مقایسه نکنین. من مسیر رو بلدم، خودم میدونم که جواب درست چیه. جواب اینه که همه بدبختی یه طرف، اونی که همه بدبختی رو آخرش میزنن تو ملاجع عظما، همونیه که میگین صحبت جلسه‌شو صبر کن نکنیم. میرم. اگه میفهمی که نباید بگی چرا میگی؟ اگه نمیفهمی بی خود کردی حرف میزنی و میگی حرفا رو. میگی مشنگ و نفهم. آخه کی مشنگ و نفهمی که داری اصل بحثو میکنی دیگه. همه فهمیدن که اون جلسه پاریس چه بلایی به سر نظام آورده. هی من میخوام آسمانی کنم تو واسه چیزی بسن خجالت هم